درود فراوان به همه کسانی که دارن ما رو میبینن. امروز شیمیکس اومده یک سورپرایز خیلی خفن داشته باشه در کنار یک شخص بی‌نظیر در زمینه‌های مختلف و مخصوصا زبان انگلیسی. بفرمایید خودتون معرفی کنید. با سلام و عرض ادب و درود فراوان. من عضو مجموعه شیمیکس هستم و مفتخرم که عضو این مجموعه شدم. بنده امیرپناه هستم با 22 سال سابقه اقامت در ایالات متحده. این فرصت رو داشتم که 6 سال در دانشگاه‌های مختلف آمریکایی درس بدم، در بخش اکادمیک و در بخش صنعت هم برای شرکت‌های بزرگ مثل تکساس اینسترومنت و سیگیت به عنوان مهندس فعالیت کردم. 27 ساله که دارم آموزش زبان انگلیسی به هموطنانم میدم. با تجاربی که در طول سالیان سال داشتم و مشکلاتی که دیدم جوانان ایرانی در خارج کشور دارن، ولی شدم که روش متفاوتی برای آموزش زبان انگلیسی به اصطلاح تدوین کنیم. با این روش علمی و بسیار آسان، ولی کاری میخوام انجام بدیم که بچه‌ها از ابتدا فونداسیون بسیار قوی داشته باشن، به جایی که مجبور باشن برن فقط جملاتی رو حفظ کنن و جملاتی رو بنویسن. ما بهشون میخوام یاد بدیم که چجور جمله صحیح رو بنویسن و چجور ادا کنن. ان شاءالله که بتونیم این وظیفه رو به خوبی انجام بدیم. همینطور که بهتون قول داده بودیم که شیمیکس در هر زمینه‌ای بتونیم بهترین ها رو برای شما در اختیار بذاریم. یکی از این بهترین ها هم دکتر هستن در زمینه زبان انگلیسی. هدف شیمیکس اینه که بتونیم یک کتابخونه‌ای رو در زبان انگلیسی ایجاد کنیم که همه آدم‌ها، چه کسایی که اساتید زبان انگلیسی هستن و چه کسانی که دوست دارن زبان انگلیسی رو یاد بگیرن، چه صفر کیلومتر باشن و چه هر چیز دیگه‌ای، بیان عضو این کتابخونه بشن و رایگان از این کتابخونه استفاده کنن. بعد از یک مدتی برای استفاده از ابزارهای مختلف باید هزینه‌ای به صورت اشتراکی بپردازید و این میتونه آغاز جدیدی در صنعت علم، آموزش و هنر باشه. حالا یه سوالی که هست آقای دکتر، زبان انگلیسی کسایی که هیچ علاقه‌ای بهش ندارن به هر حال ولی مجبورن که یاد بگیرن، آیا میتونیم یه روشی رو بریم که اینا بهش علاقه پیدا کنن؟ نگاه، علتی که اکثرا با وجودی که میدونن نیاز دارن ولی علاقه نشون نمیدن، چون روش صحیح آموزش رو نداشتن. یکی مدت کوتاهی شروع میکنن، بعضی مدتی اصلا ناامید میشن. خب این زبان چه؟ چون بهشون گفتن که خیلی فرار است. در صورتی که اگه شما صحیح یادش بگیری، زبان انگلیسی اصلا فرار نیست. به عقیده من ساده ترین زبان با مقایسه با زبانهای دیگه است، ولی روش آموزش باید درست. خب این صحیح بودن خوندن باید چجوری باشه؟ ابتدا شما باید هر زبانی که میخوان یاد بگیرین، اول باید یه مقایسه ساده با زبان خودتون داشته باشین که ببینید من این زبان خودم یه جمله رو چجور میگم. تمام گفتار ما، نوشتار ما مجموعه از جملات هست. پس من اگر یه جمله رو در فارسی میتونم بنویسم، خب ببینم معادلش به انگلیسی چطور نوشته میشه. ببینیم که تمام کلماتی که در انگلیسی به کار بردش ما میگیم مواد لازم به عنوان مثال. خب همینه، ولی چیدمان فرق میکنه. با یه مقایسه کوچیکی بین زبان فارسی و زبان انگلیسی من میتونم به شما قول بدم هم روز اول با دارم بچه‌ها کلی صحبت کنن. چقدر جالب. بله. خب همیشه شما این عرض و ارزشمند رو داشتید که میگفتید که ما روش مخصوص به خودمون رو داریم. این روش رو برای دوستان توضیح بدید که مقایسه کنن با روش‌های بقیه مؤسسات و بقیه اساتید دیگه. نگاه کنید همه کتابا یه جور درست شده که تقریبا برای عموم هست. مثلا میگه آقا هر کسی میتونه کتاب رو بخونه و انگلیسی رو یاد بگیره. انگلیسی باید از ابتدا شروع بشه. ما در انگلیسی میگه آقا ابتدا ما باید یه فونداسیون قوی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی از ما سعی کنیم که به اصطلاح من تمرینات که میدم به بچه‌ها یا آموزش که میدم گرامر محور هست. هرچند که بعضی‌ها گرامر رو دوست ندارن، ولی اگر گرامر ما ساده برای بچه‌ها توضیح بدیم طوری که بدونن واقعا نیاز هست، مثلا شما میخواین یه غذایی درست کنین، یا آقا این غذایی که ما میخوایم درست کنیم مواد لازمش چی هست و طریقه پختش چیه. ما ابتدا با آشنا کردن بچه‌ها به تک تک اجزای جمله بهشون یاد میدم که آقا من باید بدونم فاعل چیه، باید بدونم فعل چیه، تا زمانی که ندونم چطور میتونم استفاده کنم.
پس بنابراین باید به شکل خیلی ساده و کاربردی آموزش داده بشه که جوونا علاقه‌مند بشن. هم روز اول با بتونن صحبت کنن. چرا با یه ما 2 ماه 3 ماه برن کلاس میتونن 2 کلام بگن؟ من قول میدم هم روز اول افراد بتونن جملات ساده رو بگن، چون روش متفاوت. این روش رو برامون بیشتر توضیح بدید. خب بذار مثلا بگم آقا من همیشه به شوخی، من آدم شوخی هستم، میگم میدونی مامانت میزد تو مخت میگفتی چی؟ میگفتی آی یعنی من. شما کافی 2 تا فعل یاد بگیری، مثلا یک فعل. ما همه میدونیم پلی یعنی بازی کردن. خب آی پلی به معنی که شما میگی آی پلی چی تو ذهنتون میاد؟ آی پلی فوتبال، آی پلی والیبال، آی پلی بسکتبال. پس میگیم آقا تو انگلیسی، تو فارسی میگه من فوتبال بازی میکنم، انگلیسی میگه من بازی میکنم فوتبال. پس ما یه چارچوب برای زبان انگلیسی داریم، فاعل، فعل، مفعول. پس کافی من فعل و فاعل رو بدونم. دقیقش مثلا من I eat، من میخورم. چی میخورم؟ I eat breakfast، I eat lasagna، I eat lunch، I eat dinner. به همین سادگی. چقدر جالب. و یه چیزی که هست، مواد پخت غذا رو همه زبان ها دارن، همینطور زبان فارسی داره و همینطور زبان انگلیسی داره. خب فاعل، فعل، مفعول اینا استفاده میشه، ولی همونجور که خودتون قبلا میگفتین دستور پختشون تفاوت داره. این دستور پخت رو به دوستان بگید. من میگم تفاوت بین فارسی و انگلیسی. من میگم یه جمله ساده فارسی رو میگم. من دوستانم را هر روز در پارک میبینم. خب یه جمله فارسی است. حالا اگه من بخوام همین جمله رو به انگلیسی بگم با کلمات فارسی، میام نگاه تشابهات میکنم، میبینم خب تمام کلمات من بخوام به انگلیسی بگم هست. من باید بگم من، حالا تو فارسی، تو انگلیسی میگم من اول از چپ به راست می‌نویسم، منم با فاعل شروع میکنم، ولی شما فعل رو همیشه آخر جمله میذارین، من بعد از فاعل میذارم. پس من میبینم، کیا میبینم؟ دوستانم رو میبینم. کجا و کی؟ این میشه یک چارچوب زبان انگلیسی: فاعل، فعل، مفعول، مکان و زمان. پس بنابراین I see my friends in the park on Fridays. به همین سادگی. یعنی ما بیایم به جایی که اول بریم کلمات رو حفظ کنیم و کلمات رو یاد بگیریم. اول یاد بگیریم فاعل و فعل و مفعول رو یاد بگیریم و بعد دستور پخت زبان انگلیسی رو یاد بگیریم که تفاوت داره با زبان فارسی. بعد بیایم کلمات، هر کلمه جدیدی که یاد میگیریم با فاعل و فعل و مفعول ترکیب کنیم. این میشه آموزش زبان مدرن به سبک جدید در ایران. بله. دقیقاً. شما هم خیلی واقعا حرفه‌ای هستین، هم در نحوه بیانتون، هم نوع روشتون. یه ده جالبی بود که وقتی باتون تلفنی صحبت کردم من خودم خیلی لذت بردم. چرا؟ چون همیشه ما میگفتیم بریم خب کلمات رو دونه دونه بریم یاد بگیریم. این جواب نمیده. نه اصلا جواب نمیده. اون مثال همیشهتون که میگفتین بچه‌ها دوست دارن آسانسوری جلو برن. دقیقاً. این مثال آسانسوری هم خودتون بگید، بیانتون خیلی جذابه. خواهش می‌کنم. نگاه، ما باید وقتی که میخوام یه کار جدیدی رو شروع کنیم، مثلا یادگیری زبان انگلیسی، یه زبان علمی است، یه زبان بین‌المللی است. همینجور که من میگم وقتی ما میخوام یه خونه کوچیکی بسازیم، امکان داره یه فونداسیون مناسبی نیاز داشته باشه، ولی میخوام یه برج بسازیم. حالا که میخوام یه برج بسازیم، برج فونداسیون قوی‌تری نیاز داره. حالا من میخوام یه زبان علمی و بین‌المللی رو یاد بگیرم. آیا سزاوار است که من سرسری بگیرم این زبانه؟ پس بیام اول یه فونداسیون خوب بسازم، ترکیب جملات رو بدونم، تک تک اجزا رو بشناسم، یاد بگیرم جمله بسازم، نه جمله حفظ کنم. واقعا این بحث که جمله حفظ میکنیم خیلی دردناکه، افتضاح است، خیلی دردناکه و اصلا هیچ استفاده ازش نمیتونیم بکنیم. ولی وقتی که این میدونیم این آب واتره، خب و فاعل و فعل مفعول هم بلد باشیم، همین میتونیم یک جمله بسازیم که بگیم این آب الان روی میز قرار داره. دقیقاً همینطوره. و اینکه تفاوت بین تلقی و شیرینی هم هست. شور زبان یا هر کار دیگه تلقی خودشو داره. بچه‌ها باید این استمرار رو داشته باشن و خودشون رو تنبل بار نیارن. پس بنابراین باید اگر کسی به شما گفت که زبان میتونین در عرض یک مدت خیلی کوتاه یاد بگیرین، باور نکن، ساده لو نباش. میشه در مدت کوتاه‌تر یادش گرفت، ولی باید یک مقدار زمان بهش بدیم. میگه رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود، رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود. یه زمان معقولان براش بذاریم، تمرین هر روز انجام. من اینقدر به بچه‌ها تمرین میدم، یعنی زمانی من یه مبحثی رو میرم یه مبحث دیگه که مطمئن باشم او درس قبلی رو شخصیت. من میگم تو دانشکده که آموزش میدادم، همیشه امتحان من جناب همیشه از درس اول بود، امتحان دوم از درس اول دوم بود، امتحان سوم از درس اول دوم سوم بود، همه چی تکرار میشد.
تکرار تکرار تکرار. من قول میدم در این مدت مناسب و کوتاهی زیبا بنویسی، زیبا صحبت کن بدون غلط و این حس خوبی است. و تفاوت شیمیکس با بقیه مؤسسات اینجا معلوم میشه که بقیه مؤسسات میگن شما بعد این دوره زبان انگلیسی دیگه کامل یاد میگیرید، ولی حرف شیمیکس به شما اینه که شما با یه دوره کوتاه از اون چیزایی که یاد میگیرید میتونید استفاده کنید. دقیقاً. تفاوت بین مجموعه رو بفهمید. شما وقتی که بیاد این کلاس رو ثبت نام کنید، بعد از یک هفته، یک ماه هر چیزی رو که یاد گرفتین استفادهش میکنید. نمیگیم که کامل یاد میگیرید کل زبان انگلیسی، ولی هر آنچه که یاد میگیرید رو میتونید استفاده کنید. خیلی هستن حالا بین هر و هیز و همیشه اینا رو گیج میزنن. نمیدونم تو کلاس من اینا رو باید بدونی و خوبم بدونی و اتفاق میفته. نگاه کنیم ما همیشه میگیم بین دو تا خط فاصله بین دو خط مستقیم کوتاه‌ترین خط هست. بعضیا شما رو میبرن دور میزنن، مثل انگلیسی میگه don't beat around the bush، لقمه رو دور سرتون پیر ندید. من شما رو از نقطه A تا B تا 90% راه رو میارم، بقیه‌اش خودت میری. چرا؟ چون راه صحیح نشونت میدن و راه صحیح شما میبینی هر چی تلاش کنی به مقصد زودتر میرسی و صحیح‌تر میرسی. ولی اگه بیراهه بری، شما هر چقدر که تلاش کنی داری بیراهه میری. من دیدم اکثر جایی که آموزش میدن بچه‌ها رو دارن بیراهه میبرن و واقعا اون چیزی است که وقتی رفت فقط قصه‌ش می‌خوری. من دلم برای جوانامون می‌سوزه، واقعا دلم می‌خواد انگلیسی رو خوب یاد بگیرن در کوتاه زمان کوتاه ولی صحیح یاد بگیرن و یه مقداری به اصطلاح سختی راه هم هست، تحمل می‌کنیم. اصلا زیبایی و به اصطلاح همه شیرینی کاری که من سختی راه رو تحمل کنم، ولی فکر نکنم همه چی آسون است. نباید آسون باشه. آسون باشه به اصطلاح شما به قول خارجی you do not appreciate if it is easy, you know. بله. من یه چند تا گزینه رو بهتون میگم، بگید این روش کدومش میتونه بهتر باشه. هر کدومش که بهتر بوده بیاید ترتیب برامون بچینید. یکی این که من خودم مثلا همیشه میگم هر چیزی رو که الان میبینید سریع تو ذهنتون اول انگلیسیشو بگید، مثلا مثل این آب، بعد بیاین باش جمله بسازید. مگه چقدر زمان میاره؟ 10 ثانیه. یکی اینه و یکی دیگه هم نوشتنه و واقعا با این تکنیک و نوشتن خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. سوم، فیلم انگلیسی ببینیم، فیلمی که زیرنویس فارسی نداشته باشه. سعی کنیم ذهنمون رو به چالش بندازیم با اون ادا و رفتارهایی که حالا اون داره شخص بازیگر نشون میده، ببینیم میتونیم تشخیص بدیم داره چی رو میگه. و یه چیز دیگه هم موزیک انگلیسی گوش بدیم. خیلی از موزیک ها وجود داره، خیلی از فیلم ها وجود داره که از کلمات روتین دارن استفاده میکنن. حالا شما یه ترتیب به ما بدید که اینا کدومش میتونه بهتر باشه. نگاه جناب رمضان، من به همه گفتم من خودم 45 سال دارم ورزش رزمی کار. ورزش رزمی یک کسی که رزمی کار واقعی هست کار ذهنی زیاد انجام میده. توجه می‌کنید؟ بله. من اعتقاد دارم که چشم دریچه ذهن هست. یعنی وقتی شما چشمتون یه چیزی رو میبینه، مطمئنا شما میتونی با دیدن بیشترش اینو به ضمیر ناخودآگاه بسپاریش. توجه می‌کنید؟ من به بچه‌ها یاد میدم که چطور اطلاعات رو از ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه ببرن که برای همیشه داشته باشنش. توجه می‌کنید؟ بعضی‌ها میگن انگلیسی قد فراره که ما فردی یادمون، علت که یادت میره چون تو سطح ذهنت هست. ولی وقتی که شما می‌نویسیش، مرتب تکرارش می‌کنید، مثلا شما یه نفر یه جایی می‌بینید، بعد 10 سال دیگه هم بعد 10 سال بازم می‌بینیش، من این شخص یه جا دیدم. پس چرا؟ چون دیدیش. اکثرا میخوان کلمه رو حفظ کنن. نه، من باید اول با نوشتن شروع کنم، تلفظ صحیح رو یاد بگیرم، یک کلمه که یاد میگیرم بشکنمش به سیلاب‌های مختلف، ببینم چجوری تلفظ صحیح میشه. توجه می‌کنید؟ بعد از نوشتن شروع می‌کنیم، چون وقتی می‌نویسیم همزمان تکرار می‌کنیم. می‌نویسیم تکرار می‌کنیم، پس می‌شنویم، می‌نویسیم، می‌خونیم. یعنی هر 4 مهارت اینجا انجام میشه. و یک موضوع بعدی بحث تلفظ هست. من همیشه این سوال دارم. خب تلفظ هم بریتیش داریم، هم آمریکایی داریم. حالا اینا بعد مثلا هر ایالت ممکنه این تلفظشون با هم دیگه فرق کنه. این فیلم دیدن هم میتونه بهشون نگاه. من میگم به خودمون زیاد درگیری که هر جایی یک جور تلفظ میکنن نباشه. فرض کنم ما تو خود ایران لهجه‌های مختلف داریم، ولی تهرانی چجور صحبت میکنه؟ هر جای ایران بره میفهمنش، ولی شاید مثلا این نفر که مثلا بلوچ باشه صحبت بکنه درست متوجهش نشن. خب پس بنابراین من میگم بیام ابتدا انگلیسی صحیح رو صحبت کنیم. مثلا چجوری؟ مثلا یک کم راجع به سخنوری
باراک اوباما براتون میگن این مردی چقدر زیبا صحبت میکنه. Ladies and gentlemen, I am the president of United States of America. I am so honored, so delighted to be in your gathering today. I have so much information to share with you. I will be so grateful if you listen carefully. Take notes if you may. Then I will be glad to entertain your questions afterwards. این همه میفهمن. Hey man, get the hell out of my way. خب این شاید همه نفهمن. پس من باید ابتدا انگلیسی رو صحیح یاد بگیرم. مثلا فرض شما هر جای ایران که باشی وقتی میری مدرسه باید فارسی صحیح رو بخونی، نه زبون خودتو. پس ما نگرانه که دیگران لهجهشون چجوریه، چه واژه استفاده کنن، ما میذاریم برای بعدن. اینا میگن collocation یا collocation or idioms. اینا هر منطقه که شما میری برای خودش یه واژه‌ای خاص داره. مثلا شما کلمه واتساپ یعنی چه خبر، یه جا میگه واتساپ یا مثلا سیاه‌پوست میگه hey man what's hanging. اینا به درد نمیخوره. من باید ابتدا صحیحش یاد بگیرم. What is up or nothing much مثلا for example or just work busy. بیایم اول صحیحش یاد بگیریم، بعد یواشاش انشاءالله وقتی که ما دیگه تونستیم یک جمله صحیح بگیم بعدن یواشاش و حاشیه‌هاش هم کار میکنیم. توجه کنید. ولی من یه چیز دیگه هم که باید بگم به شما که من به شما یاد میدم چجور به انگلیسی فکر کنید، چجور به انگلیسی صحبت کنید، نه اینکه فارسی فکر کنی انگلیسی بگی، اصلا هیچ وقت نمیشه. دقیقاً، چون که نحوه پختشون با هم دیگه متفاوت هست. یک نکته دیگه که بخوام بگم داخل تلفظ، مثلا هیچ آمریکا نمیام ببینید که مثلا بیاد بگه I am. برای آزمون آیلتس شاید اینجوری باشه، ولی داخل خود واسه فیلم‌ها ما حتی I'm هم نمیشنویم، آم میشنویم، بیشتر به صورت آم گفته میشه. باید سعی کنیم انگلیسی رو روون بخونیم. یا یه سکانسی از یک فیلم خارجی بود میگفت There's a transmitter in the canoe. انقدر اینو تند میگفت مخاطبان متوجه نمیشدن، ولی خب وقتی که بتونن روون بگن دیگه طرف بگه There's a transmitter in the canoe متوجه میشه که معناش چی میتونه باشه. میگم که ما ابتدا اگه انگلیسی صحیح صحبت کنیم، حالا اون دیگه ریز و بمش رو که چجور مثلا لهجات تغییر بدیم اونا پیش میاد. ولی من میگم ابتدا، حتی من به بچه‌ها میگم وقتی میگی I don't speak English بگو I do not، به خاطر که اول I do not بوده بعدش شده don't، بعدش مخفف شده. بعضی‌ها میگن به ما گفتن که هر چی میگین جواب بگو yes I do. حالا من از شما میپرسم do you speak English؟ بگو yes I do. Yes I do. Do you drink coffee؟ Yes I do. Do you go to school؟ Do you always speak so ambiguously when you disseminate information؟ من چی گفتم که شما میخوای بگی yes I do؟ چرا ما میخوام گول خودمون بزنیم؟ ما باید اول یاد بگیریم کامل بگیم، بعد کوتاه بگیم. هر کتاب من میبینم به محضی که شروع میکنه خلاصش میگه نه آقا do you speak English؟ Yes I speak English. I speak English to my mother. I speak English to my brother. I speak English every day. آیا این بهتر یا بگم yes I do؟ خب من میخوام انگلیسی یاد بگیرم یا فقط میخوام سر خودم کلاه بذارم؟ کدومش؟ یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید که آیا میخواید سر خودتون کلاه بذارید یا اینکه واقعا زبان انگلیسی رو به نحوه صحیح و اصولی خودش یاد بگیرید. چون فردا شما میخوای بری آیلتس امتحان بدی، آیلتس میگه جواب سوال منو بده به اضافه 5 تا جمله بیشتر. من میگه کوتاه هم نباید جواب بدید. اصلا نباید کوتاه جواب. من یه مثال بزنم. مثلا شما میگی که do you like music؟ خب جواب سوال اینا اخلاقش میگه جواب سوال من بده. Do you like music and why؟ Yes I like music. Actually I love music. Music is part of my life. I listen to music when I come home from work because I'm stressed out. Music makes me feel good. It relaxes me. خب اگه من همش یاد گرفته باشم کوتاه بگم اینجا به مشکل برمیخورم. 100%. پس برای زبان آیلتس حواستون باشه که نمیتونید کوتاه جواب بدید و هر چقدر حالا خودتون رو بخواید فریب بدید که زبان انگلیسی بلدید در آیلتس گیر میکنید. از اینکه شیمیکس رو دیدید خیلی ممنون هستم. امیدوارم که در کلاس‌های زبان و انواع کلاس‌های دیگه و پادکست‌های مفیدی که براتون درست می‌کنیم نهایت استفاده رو ببرید. ولی اگه سخن آخر رو دارید بگید. من امیدوارم که ما ایرانی‌ها با تجربه که گفتم من داشتم، ایرانی‌ها واقعا تک تک نابغه هستن و بیام به اصطلاح هر کاری که می‌کنیم مثال ژاپنی میگه هر کاری که تو زندگیت انجام میدی فکر کن که دیگه به اصطلاح فرصت بعدی وجود نداره. پس بیام هر چیزی رو درست کار کنیم. بیام برای یک بار شده سختی رو یک کم تحمل کنیم و انگلیسی رو درست شروع کنیم و یه فونداسیون قوی بسازیم که بتونیم خوب بنویسیم و خوب صحبت کنیم و اعتماد به نفس قوی داشته باشیم. یک بار شروع کنیم برای همیشه، نه 1000 بار برای هیچ وقت.